هی سلام بچه‌ها، چطورین؟ رضا نایت هستم. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره که یه حمایتی از من تازه کار کرده باشید. آقا امروز یه دوئل خفن با داش عرفان داریم. آقا بچه‌ها جامپا 700 کلی کیلای نمایشی زدیم داخل این دوئل، اصلا عشق کنین. صدا گیمم ببخشید که ندارید، ایشالله از ویدیوهای بعدی صدا گیمم درست میکنم براتون. حالا بریم بازی ببینیم چی میشه و با اشتیارم شروع میکنیم بازیو. کیلای فوق العاده خفنی زدیم داخل این بازی. لطفا حمایت کنید که برای فعالیت بیشتر انرژی بیشتری هم داشته باشیم. اینجا بازی شروع میشه. آقا ما اسلایدر رو میزنیم، دنبال طرف میگردیم. داش عرفان آقا اینجا پیداش کردم. کیلم تیرم ریجستر نشد روش، همونطور که دیدید. نگاه کنید هیپ فایر دارم بهش میزنم اینجا، ولی خب نمیخوره. بخوام براتون بگم بچه این 117 متیک اصلی هم که اومده گان فوق العاده خوبیه به نظر من. اگر توانایی گرفتن گان متیک رو دارید یا حتی یک دانه گان متیک رو میتونید بگیرین، این 117 متیک رو 100% بگیرید. خیلی خوبه آجی به نظر من. خب حالا بریم برای ادامه ویدیو. میبینیم که اینجا پرسرعت آقا عرفان قوی ما رو میزنه ها. بچه راستی بهتون بگم که اون 360 هم که براتون گذاشتم، آموزش 360 زدن به راحتی هم براتون حالا میذارم بعدن که عشق کنین. این یه 360 بچه تقدیم با عشق خودتون. 360 اول اینجا بیستدیم، درسته بچه؟ توی این ویدیو وسط های ویدیو یک کیل نمایشی زدم که خودم برگام ریخته. خیلی خفنه دوستان، خیلی خفنه. فقط لطفا یه بار دیگه هم میگم دوستان، سابسکرایب، لایک، کامنت رو بذارید که از من یه حمایتی بشه، من زودتر دیده بشم. با تشکر از شما دوستان عزیز. که بچه راستی در مورد اکانتم بخوام براتون بذارم، اکانت من فعلا خیلی چیزی نداره. چیزی که گان لجندی که فقط میتونم بگم داره پی پی 19 تمپلار داره، فقط همون رو دارم فعلا. یعنی برای گان متیک و اینا برنامه خاصی داریم. خب اینجا اسلاید میزنیم نمیخوره تیر بهش. بعض جاها هم بچه میبینید تیران روش ریج نمیشه، اصلا عجیبه. آخ زدتم. اینجا با دیل بازی میکنه داش عرفان که اصل کارش با تندراه کلا این پسر. یکی دیگه هم خوردم. به نظرتون بچه ها همین الان ویدیو رو پاس کنین به نظر من و بگین به نظرتون من میتونم کامبک بزنم به این بازی یا نه. و ببینید اینجا رو تیرم دوباره بهش نخورد لامصب. اینجا یک کیل قشنگ زدم پشت کانتینر، میخواست خط بگیره، یعنی پشت سطل آشغالی کانتینر چی اومد خطمو بگیره، نتونست. نگاه کن فکر کنم همینجاست کیل نمایشیه. نه نگاه کنید. به اسلایدا ناموسن. بچه ها راستی برنامه برای استریم و اینا هم داریم. چه هیپ فایر تمیزی زدم مشتی. برنامه برای استریم و اینا هم داریم، فقط یکم از ما حمایت بشه، ایشالله زودتر همه این کارا رو انجام میدیم. اینجا میخواستم 720 درجه بزنم آجی، بعد دیگه 720 درجه رو هم بزنم. اولین بار که ترای کردم دیدم نشد، دیگه ترای نکردم براش. این 2 تا هیپ فایر تا اینجا و پرچم حاجی ایرانیا واقعا بالاست. دوئل با عربا هم براتون میذارم که چه شکلی نابودشون کردیم ما. و بخوام بهتون بگم واقعا پوکوندیمشون. پرچم همتون بالاست عشقا. ببینید اینجا میخواستم هیپ فایر رو بهش بزنم، تیرم نکن. بعضی وقتا به خاطر پینگی که دارین شما همزمان با هم تیر رو میزنین، ولی خب به خاطر پینگی که اون داره سرعت نت اونم بهتره، تیر اون به شما میخوره ولی تیر شما به اون نمیخوره. عجیبیش همینه. آقا اینجا نخورد هیپ فایرم. اینجا احمق بازی در بردم.
اینجا 360 بود که زدم، دیدی تو هوا چرخیدم، برگشتم رو عقب، هیپفایر رو بهش زدم. 360 تمیزی بود حاجی، واقعا با این حال کردم. بنازم آکن دیگه. بخوام براتون بگم الان بازی هم 5-5. حمایت ها رو لطفا زیاد کنید آقا، ما بتونیم امید مثلا من این شورت ویدیویی که گذاشتم اینجا نشستم حواسم نبود، اینجا شورت ویدیویی که گذاشتم یه نفر یه کامنت گذاشت که گفت فکر کنم داداش بنازم خیلی عشقی. بعد من با همین کامنت های ریزی که شما میذارید خیلی روحیه میگیرم و برای ادامه به کار و فعالیت بیشتر تلاش میکنم. یا ناکن بابا انقدر نشین لامصب. اینجا یه اسلاید، ای خدا ریج نشد تیرم لامصب. بچه من اون دوئل 360 هم که میخواستم براتون بذارمش، ولی طرف خیلی داشت کثیف بازی در می آورد، به خاطر همین فقط 360 که بهش زدم که خیلی قشنگ بود و گذاشتم. طرف داشت با نید و تبر و اینا بازی میکرد که اصلا این برای مخاطب فکر کنم خوشایندی نداشته باشه و خودم هم خوشم نمیاد این بازی. فکر کن یارو طرفم عرب بود دوستان، راستی بهتون نگفتم، یارو داشت بعد بازی من فوش عربی میداد، من مونده بودم اینجا میخواستم فینیشش کنم، گفتم ولش کن چون که رفیقمه، فینیش کردن کار زشتیه. حالا بعدا میریم اپراتورها هم اذیت میکنیم که واقعا دوئلای خفنی میشه حاجی، برنامه‌های فوق العاده‌ای دارم براتون. نگاه کن اینجا اسلاید، ای خدا. و بچه من وسطای بازی وقتی که منو با بمب زد، اینجا هم یه هیپفایر تمیزه دیگه، خب وقتی که منو با بمب زد تازه فهمیدم اچ پی یک، من نمیدونستم اچ پی یک. خب و حالا اچ دی آر دستم و کلا من یه دمیج بدم تمومه دیگه کار، وگرنه مثلا راد خیلی دور باشه از طرف و به پاش بزنی اونم از فاصله خیلی دور، مثلا داخل بتل میگم داخل شیپمنت به طرف میخوره، ولی داخل فایر رنج اگه تو فاصله زیاد به پاش بزنی یارو دمیج میشه. فقط اینو بهتون گفته باشم که بدونی. البته ماشاءالله خودتون 10 برابر من بازیتونه. فقط اینجا رو و میخواستم وسط بازی بذاریم بهتون بگم دوستان، اینو یادم رفت اولی ویدیو میخواستم بهتون بگم. وسط بازی قرار بود که فقط بازی 360 باشه که دیگه قبول نکرد و ما وسط بازی دیگه از 360 در اومدیم و دارک اسکوپ های قوی میزنه ارفون، ولی هیپ فایر های منم دست کم نگیره بهتره به نظر من. نخورد و دوستان بهتون گفتم اینجا کامبکر رو نزدیک بود بزنیم بهش، ولی خب رسید باز بهمون. دوئل نزدیک و ترای هاردیه دوستان با جامپ 700، ولی خب وقتی که بخوای برای ویدیو کاری انجام بدی به نظر من باید 100 خودتو داخل اون کار بذاری و داشرفان هم دستش درد نکنه واقعا. ناکن اینجا با بمب زد، من تازه فهمیدم اچ پی یکه که یه دونه وی ام پی براش ما زدیم بهش. وسط های بازی هم بود فکر کنم یه بارم منو با تبر زد، من نفهمیدم، ولی خب گفتم اشکالی نداره وقتی که رکوردو دیدم. حالا اینجا دیگه بی ام پی اونو براشیم اینجا میندازیم و جفتمون میمیریم با هم. و واقعا حاجی گردونه هایی که میتونید فول کنین مثل زیلات بگم QQ9 این دوتا خیلی پیتوینن، مثلا با 5 کا سی پی میتونین 2 تا گان لجند
فوق‌العاده بگیرید. 2 تا گان لژند داخل یه باکس، یه گردونه یا هرچی که شما بهش میگین دوستان. و بچه ها بخوام از دیوایس هم براتون بگم، دیوایس هم پوکو اکسیری پروه و آره دیگه بخوام اینطوری بهتون بگم دیگه داریم به آخرهای دوئل هم نزدیک میشیم. در واقع آخرین لحظه های دوئله. اینجا 12می هم زدم دیگه. فکر کنم برنده بازی خودم باید باشم دیگه. نکنید اینجا اومدم کیلو بگیرم نشد، گمش کردم و تمام. و بچه ها بازی تمام شد. کیلا رو هم ببینیم، نگاه کنید. اینجا با همون VMP مرد. EMP. خب دوستان دستان در نکنه که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خدا وکیل دیگه حمایت ها فراموش نشه، انرژی بگیریم و تا ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.